و در خطبه آن آیتی را که برای شما خواندم و حدیثی را که خواندم در یک دقیقه های اندک برای شما آنها را شرح و آن چیزی را که مفسرای گرامی در زیر این گفتن به گوش شما رسانم تا از خداوند امید دارم که انشاءالله اینها به تأثیر نمیمانند. حتما هر یک گوش کننده را که سخن حق است در دل و در معینه سر و در جگر او حتما داخل می شود، زیرا این برادران عزیز سخن الله است، این سخن پیغمبر نازنین است که این حتما تأثیرش در ما و شما میگذارد. برادران عزیز، خداوند خیر کرد استادای ما را که داملا عبدالرحیم و که داملا محمد الله که به نوبت خودشان بسیار صحبت‌های خوب، بسیار صحبت‌های بودند که اگر گوشه که گوش کرده باشد خدا خواهد فقط یک آش و شوربا قطینه، بلکه انشاءالله با یک معنویات بلندم از اینجا وارد خانه‌اش می‌شود. یعنی چیزی که داملا در ابتدای سخنش گفت خوش به حال همه ما و شما که در این گونه محفل برادر عزیز شرکت داریم. بر خدا این جای بسیار بسیار جای افتخار است. بینن آدما پیش یک فوتبالیست بگیم ما خودم در عسکری کماند دینامو کیف نگاه میکردیم، کیف در خدمت میکردیم. اون زمان بسیار وای کماند آبروناک بود. در اونجا مقصد بلاخیم بود و دمیانیکا بود و بیلیای بود و فلان و فلان بسیار آدمان نامدار بودن. میدیدیم مردم میدویدن، کاغذها رو میبردن، امضاهای همه رو میگرفتن، با آنها صورت میگرفتن. برادرای از حالان که افتخاری بلند این محفلی هست که در اینجا قال الله و قال رسول الله هست. در اینجا گویم زیارت یک اهل علم است. در اینجا نگاهی بر این چهره‌های زیبای مصطفیدای ما هست که اینجا هست جای برادر عزیز، جای راحت و جای افتخار. زلحاظ این آیتی را که من خواندم برادران عزیز یکی از صفت بندگان نیک خداست. الله میگوید یکی از بندگان بهترین من این دعا را میکنم. کدام دعا را؟ خداوند وقتی که برای ما زن میتی یا برای ما فرزند میتی، خدایا برای ما زن و فرزند خوب نصیب بگردان. زیرا برادر عزیز تمام زندگی 60 ساله و 70 ساله شما نقش اساسیش زن و فرزند میبازد. خوش به حال حتی این پیامبر نازنین رو میگه من رزقه الله امرأة صالحه فقد اعانه فی شطر دینی. کسی را خدا زن خوب، زن پاک دامن، زن مؤمنه، زن خداشناس وقتی میتیش پیامبر میگه خداوند نصف دین تو را کامل کرد. اگر عکس بگوییم زنی که اگر بی حیا باشد، بی عفت باشد، زنی که از خدا نمیترسیدگی باشد، اگر در نکاح تو باشد چی مشکلات، چی غم، چی بدبختی گویم شامل حال تو هست. زلحاظ بندگان نیک خدا دعاشون همین بوده است الله مهربان برای ما زن و فرزند نصیب بگردان که نور چشم ما در دنیا و در آخرت باشد. بله این دعا را حتی برادرها اگر به قرآن نگاه کنیم ما در دعای حضرت ابراهیم، در دعای حضرت زکریا رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا رب هب لی من الصالحین رب هب لی من لدنک ذریة طیبة. این دعاهای پیغمبران را خدایا وقتی برای ما فرزند میتی فرزندان باشند اهل نماز باشند، فرزندانی باشند که از ذات تو میترسند، خدایا برای ما این گونه فرزند را عطا کن. ولی سخن سبحان محمود ناظم این بسیار عنوانی بگیم شیخ الاسلام دارد، در دارالعلوم کراچی است پاکستان. این کس میگه اگر انسان از دو راه به فرزند
یکی از راه دعا کردن، یکی فرزند در رو بروش نشسته و نصیحت کردن. این دو چیز را میگه اگر انسان در زندگی در نسبت فرزند روا ببیند، از این فرزند بسیار فرزند خوب میگیرد. ولی بسیاری ماها برادران عزیز دعا کردن در حق فرزند فراموش کردگی که فرزندا را دعا کنیم که خدای مهربان اون توفیقی که برای من داده که من 5 وقت نمازت میخوانم، از حلالت میخورم، از حرامت روی میگردانم، ترس خدایا همین را هم به فرزند من نصیب کرد. خدای فرزندای مرا خداشناس کن، خدای فرزندای مرا راه راست هدایت کن. میگه این دعاها را باید پدر و مادر در حق فرزندا بکنن. همچنان فرزندا را چینانده در رو بروشون نصیحت کردن در کار، از خدا ترساندن در کار. این حدیثی را که من در ابتدا خواندم، پیامبر چی گفت؟ گفت انسانی که فرزند را لئن یؤدب الرجل ولده، اگر مردی که فرزندش تربیت کند، خیر له من ان یتصدق بصاع، بهتر است از اینکه صدقه، شما مقصد در راه خدا تی از صدقه حتی در راه خدا میتین، میگه تربیت کردن فرزند مهمتره برادر عزیز. شیخ سعدی میگفت خر به سعی آدمی نخواهد شد گرچه در پای منبری باشد. آدمی را تربیت نکنند تا به 100 سالگی خری باشد. بین حتی انسانی که میگه تربیه را نگیرد 100 ساله که باشد با او خری خوانند، او را انسان هم نمیگن. زنان باردار ای مرد هوشیار، اگر نزد ولادت مار زایند، از آن بهتر به نزدیک خردمند که فرزندان ناهموار زایند. عزیزای خدا میگن ای او بهتر از زن مار بزاید، او بهتر است از او که فرزندی بی ادب، یک فرزند بسیار گویم رذیل، یک فرزند بسیار بدی را تولد میکند، از او در یک مار بزاید، او بهتره. ولی برادرای عزیز، سهل ابن عبدالله توستری کتاب ها میگه بسیار یک عارفی بزرگ بود. همین را میگه من دایم محمد ابن سواره بود. میگه من 3 ساله بودم، از خواب وقتی میخیستم شب میدیدم که همین دایم میگه محمد ابن سواره نماز میخواند و بر من میگفت که عبدالله تو این کلمات ها را زبان تا حرکت نده، بدیل بگذارم. الله معی، الله ناظر الی، الله شاهدی. معناش چی است؟ خدا با من است، خدا نظر میکند به سوی من و خدای مهربان هر چی را که من انجام که میبیند. میگفت همین را هر شب 3 بار بگو. 3 بار گفتم. از من میگه چند ماه گذشت، گفت 7 بار بگو. 7 بار گفتم. بعد از آن گفت 11 بار بگو. 11 بار گفتم. میگه سال گذشت، بعدن گفت عبدالله گفت این کلمات ها را تا حیاتی که داری از زبان دور نگردان. ولی ببین یک تربیه را برادرای عزیز ببینید که در دل عبدالله علیه نهال ایمانه، درخت خدا ترسی را که شینام آیسته آیسته او برگها کرد، شاخها کرد، مردک شد یک عارف، مردک شد یک خداشناس خدا ترسی که امروز از کیسه او در بین مردم ها حکایه میکنیم. یا از خود ابراهیم ابن محمد دامنی میگه یک کار میگه من تجربه کردم. ولی برادرها بین ما امروزا این چیزها را بسیار در یاد فراموشی قرار دادیم. میگه همین تجربه را بکنین فرزند خوب میگیرین. میگه من فرزند من میپرسیدم ترا کی آفرید؟ میگم میگفتم بگو الله. دستاتا کی داد؟ الله. زبان کی داد؟ الله. چشمهاتا کی داد؟ الله. پاواتا کی داد؟ الله. پدر و مادرتا کی داد؟ با تو؟ الله. این رزق روزی که میخوری اینها را کی داد؟ الله. خب بعد از آن میگه وقتی اینها را کی میگفت، بعد میگفتم اگه خدا این قدر نعمتی بسیار داده یا این را بی دست داد، مادر داد، پدر داد، رزق روزی داد، همون الله را دوست میداری؟
بعد میگه بچه‌م میگفتم بله دوست می‌دارم. خب وقتی خدای را که دوست بداری هر فرمانی که برای تو تیاد انجام میدی، انجام میدی. میگه با همین من فرزند و مقصد در راه دین، در راه آن مقصدی که داشتم تربیت کردم. امروز برادرها ببینید در زمانهای اینقدر تعلیمات، اینقدر موعظه نبود، مردم فرزنداش از مذهبش میپرسید بچه‌م در مذهبی که میگفت در مذهبی امام اعظم، یا در ملتی کی، یا در ملت ابراهیم خلیل، بنده کی، بنده الله. برادرای عزیز، هزارها خانه به خدا قسم مهمان شدگیم، پرسیدگیم، حتی نمیدونه بنده پدرش میگه یا بنده مادرش میگه یا بنده را حتی نمیدونه فرزندمون که بنده کی. از اینها برادرای عزیز ماها حرکت کنیم که این فرزندا اگه صدقه جاریه هم برای ما و شما اگر به شرط نیک تربیتش کنیم، خوب تربیتش کنیم، از اوی که مثال پگه کلانتر شوه و یک انسان شریف خوب شوه، مثال بر پدرش رحمت، بر مادرش رحمت، بر مثال اولادش رحمت. وقتی این سخنان را در حق ما و شما بگن چقدر خیره، چقدر نیکه. الله مهربانی دادن ما را هم از عمره فرزندان خوب بگردانه و آینده های نیکش الله مهربان نصیب بگردانه و خدای مهربان این دعاها و این موعظه های را که دامنای عزیز کردن خدای مهربان از ما و شما قبول و به درگاهش و آن تمنیات و تعلیماتی را که در اینجا ما و شما شنیدیم خداوند توفیق عمل کردنش بر ما و شما نصیب بگرداند. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.